ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که شب 22 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 21:10 راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کمری رقم قید دولتیش 0005 SK01 تورایف ابوبکر حسنویچ سال تولدش 2003 هنگام حرکت از سمت کوچه شیروز به سمت کوچه سامونی در روبروی ورزشگاه مرکزی به سمت مقابل رو برآمده به افت-ماشین تمغه اوپل ویکترا رقم قید دولتیش 3940 MO01 تحت اداره شریفزاده پرویز اسرار سال تولدش 1993 که با راه خود حرکت داشت برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی 2 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر با برداشتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. بنا به اطلاع میلیس وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مواد ضروری ترتیب داده شده تفتیشات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.